آن را نیز چون یک نعمت طبیعت می‌دانند. در فضای این نسیم فارم زن‌های کهنسال بالای سنگ‌های حجما کلان که در نزد حولی هر یک باشنده محل جایگیر است توت نرم می‌کنند که آن را توت پیست می‌نامند. من تو دادم خو بعدم ما توت را چینده بعد آن را در آفتاب خشک میکنیم. بعد از خشک کردن آن را بالای چنین سنگ‌ها نرم میکنیم. اگر مقداری زیاد باشد آن را به آسیاب میبریم. ما این را توت پست میگوییم. توت پست برای گرده دوای خوب است. توت را همین خیل هم بسیار استفاده میبریم. امسال توت بسیار شد. ما الکی برای فصل زمستان با چنین اصول ذخیره کردیم. انا این هم تیار شد. توتپست را نه تنها در موسم سرما، همه وقت آن را حتی با شیرچای استفاده میبریم. بعضی‌ها با میوه توت، دانه زردآلو و چهارمغز علاوه میکنند که این باز فایده بخشتر است. ما نیز با این چهارمغز آمیخته کردیم. حاضر زندگی خیلی خوب هست. همه چیز داریم. از حساب میوه و سبزیجات خود را تامین میکنیم. یک قسم را برای خود ذخیره میکنیم، قسم دیگر را میفروشیم. تمام گیاهای ما شفا بخشند. ما همیشه آنها را جمع آوری میکنیم. آن دوره ها خودمان از تل و تپه ها گیاه ها را آورده خشک میکردیم و برای داروواری استفاده میبردیم که تا حالا کسل نمیشویم. حالا هم آدمان کهنسال توجه بیشتر دارند و استعمال و جمع آوری گل و گیاه های شفا بخش. جوانان باشند کم اهمیت میدهند. چنین سنگ های کلان در پیش خانه های همه ما هست و توت را با کمک یکدیگر نرم میکنیم. یک روز از من، روز دیگر از همسایه، همین خیل به هم دیگر کمک میکنیم. بغیر از این کار باز جوراب میبافیم، رشته میرسیم. برای زندگی همه کارو میکنیم. میدوزیم و میبافیم و سودا میکنیم و مهنت میکنیم. به مهنت زندگی پیش نمیرود. مهنت کردن در کار.